کی؟ امتی کی؟ مذهب کی داری؟ از چهاریاران کی رو میشناسی؟ از کی تا باز مسلمانی؟ دینت چیست؟ در دهنت چی داری؟ چیست؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد محمد عبده و رسوله. در بینید، محمد صلی الله در چشمات، شمخت قرآن در گوشات. آواز از محمد صلی الله علیه و سلم. بینای مسلمانی بر چند نوع است؟ یکم، کلمه شهادت. دیم، دیگرم پنج وقت نماز را خوندن. سیم، روزه ماه رمضان داشتن. چهارم، زکات مال دادن. پنجم. خدا را زیارت کردن. بینای بزرگترین معجزه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. قرآن چند پاره دارد؟ کلانترین سوره قرآن. بقره. قرآن چند سوره دارد؟ 114. خردترین سوره قرآن. کوثر. دل قرآن. حضرت یاسین. اولین سوره قرآن که به واسطه جبرائیل امین نازل شد. اقرا یعنی بخون. نامهای خدا چند تایند؟ 99 تا. بزرگترین سوره قرآن. هر آیت الکرسی. قرآن چند سوره دارد؟ 114. چند پیغمبر در دشت کربلا تولد شدند؟ 166. کدام پیغمبر روز عید قربان بت را شکست؟ حضرت عیسی. کدام پیغمبر به پدر و به مادر تولد شد؟ حضرت آدم. کدام پیغمبر به پدر تولد شد؟ حضرت عیسی. مادر حضرت عیسی. مریم. مادر حضرت محمد. مریم. امی که امینه. پدر حضرت محمد. عبدالله. باوی حضرت محمد. عبدالمطلب. دایش. دایش حلیمه. خداوند ما را برای چی آفریده است؟